بچه‌ها درود خیلی خوش اومدید. بهم من والهالام و امروز اومدیم با 100 روز تو ماینکرافت هارد. تو این 100 روز قراره یه قصر بسازیم و تا حد امکان تمام فرمای ماینکرافت رو بسازیم، بازی رو تموم کنیم و بیلای خیلی خفن بسازیم دیگه. حالا جلوتر بریم متوجه میشید. ممنون میشم که این ویدیو رو لایک کنید، چنل منو سابسکرایب کنید و بهم داشته باشین ویدیو رو. لیتس گو. چقدر اینجا قشنگه. من از قشنگ بودن این نمیتونم چی بگم و واقعا سید قشنگه. سیدش و راستش خودم نزدم، رندوملی زدم یه چیزی برام بالا بیاد و اوشه یه چیز خوبی برام بالا اومد. گیم روی هارد هستش و اگه کجا میشه گیم هارده؟ آها گیم هارده و من این رو قفلم میکنم که رو هارد باشه برای محض اطلاع. بچه گیم هارده و بریم ببینیم چی کار باید کنیم. صدا پا میاد. خرگوشه و بریم داشته باشیم دیگه رو. ببینیم اول یه گوسفند بکشیم و سیستم مبارزاتی بازیمون روی هاتبات هستش و اوکی. خب فعلا نباید بریم سراغ. من درم نمیاد این خوشگلا رو فش کنم. صورتی انتها خوشگلم. خیلی قشنگه. من بیسم رو صد همینجا میسازم. اصلا من نمیخوام راستش دست به اون صورت بزنم توی این بایوم و بذار ببینم بایوم بعدیمون چیه و ببینیم اینجا میتونیم ویلیج پیدا کنیم یا نه. و چقدر چقدر اینجا خرگوش زیاده. آره اینجا اصلا ساخته شده برای ویلیج. اوه چقدر بزرگه. من تانکم بردم بالا یه مقدار. واو اینجا رو نگاه کن. ویلیج 100% اینجا هست ولی اینکه کجایه اینجا. اولین هدفمون پیدا کردن یه ویلیجه. فکر می‌کنم برای اولین هدف گزینه خوبی باشه و سعی کنیم که 3 تا ویلیجر رو هم ما چیز کنیم. اوه شت. اوکی ما بایوممون رو پیدا کردیم و بنوزم. خب فینیش. درباره اینکه چرا من اصلا نبودم یک هفته دیگه راستش درگیر همین پروژه بودم و یک ادیت خیلی خاصی میخوام روی این یکی سری هاردکور که نه هارد میخوام بذارم و یه سری اصلی فعلا ما فوکوسمون روی این سریه. چنل فوکوسش روی این سریه و گیم های سیمولیتور هم در کنارش میمیریم. خب من کرم بیام اینجا و دوستان ورژن گیم هم 1.24 1.24 نه 1.21 رو بسایی میکنم یعنی دارم این به این صورت و ببینیم این و بسیار خوب. اینجا و اوکی. من هیچ وقت تو ماینکرافت جوا خودش بهم گفت که داداش بیا منو بکش. چته هار شدی فلفل کردم ببخشید تو با سنت. انقدر ماینکرافت بازی نکردم اصلا نمیدونم چی کار کنم. خب این صورت تخت رو هم ساخت و یه چیز خیلی دوست داشتم بگم اول ویدیو یادم رفت بگم. دوست دارم خیلی بریم سراغ ادوانسمنت اچیومنت نه ادوانسمنت حالا اچیومنت بریم سراغ اچیومنت ها و ببینیم چی جوریان. واو آجی خیلی خداییش این سیدو من دوست دارم. سیدش هم الان براتون من تو دیسکریپشن میذارم اگه لایک ها بالا باشه. یعنی اگه 10 تا این ویدیو لایک گرفت من براتون لینک خدا سید این مپ براتون میذارم. آره شک نکنید که این پارت به اون صورت زیاد شاید جالب نباشه چون فقط داریم اینجا ما پرسه میزنیم که جای پیدا کنیم. پیدا کردیم دوستان. از الان ما ماینکرافت سروایوالمون شروع شد دوستان. فرق این بازی با هاردکور اینه که ما تو این میتونیم بمیریم ولی توی هاردکور نمیتونیم ببینیم چون میزان سختی ها همه یکیه. واو منبع غذا ما تا آخر به کل 100 روز من غذا داریم. رندوم یادم. خب بیایم پایین ببینیم این ور چیا داریم. چه ویلیج مزخرفیه مثلا مشخص نیست نه تو کوه ساخته شده مثلا ماسوله است. خب
بکن. واو من همینو میکنم خونم بچه. من برای اینکه مشخص خونم اینه، من اینا رو میام به این شکل و این بالا میذارم. کلا همیشه من تو هر سری این کارو میکنم. من به این شکل اینجا و این هم از این شیفت رو گرفتم. خب خونمون رو بچه ساختیم ما. اوکی من مشکل راست کلیک دارم مثلا. او مای گاد من این حرکت ها کم میزنم، سر همین خیلی ریاکشن عجیبی داشتم. اوکی ببینیم این وجه یا داریم هیچی. ببینیم این وجه چی داره با چقدر میبل از این هیبل من احساس میکنم. من احساس کنم هیبله، نه اینکه مثل خرید. واو هیبل. ببینیم اینجا چی داریم و بازم هیبل. بله هیچ وقت من به اسم این بلاک هیبل دقت نکرده بودم، برای همین برام خیلی ناشناس. دوستان بخواید دقت کنیم این ویلیج زیاد ویلیج نیست حقیقتش و ما نیاز به یک ویلیج هموار داریم. من یاد بازی اساسین کریز میراژ علموت میندازه، چون تقریبا همون وایب داره. همون وایب که نه، تقریبا شبیه همونه. تو یه کوه ساخته شده، هیچ چون شبیه همون نیست. باید مثل اساسینا بپری از اون و او اوکی اوکی ما باید الان چیکار کنیم؟ این ور چیا داریم؟ خیلی ویلیج خالیه. من باید نصف دیگه شو پیدا کنم. قطعا قرار نیست این ویلیج این شکلی باشه. برم ببینم پیش کجاست. و اوکی نه این خونه من نبود. بخوابیم. واو بچه ما اولین اچیومنت یعنی سویت دریمز رو گرفتیم. آها وایسا بابا برکت خداوند. الان اوکی شد. ببینیم اکتشاف کنیم و کشف کنیم ببینیم این ور چه خبره. او من اولین کاری که خیلی دوست دارم انجام بدم که یه پل خیلی بالی اینجا بزنم، چون واقعا از این ور بخوای بری اون ور خیلی داستان داری. من ریدم تو مهندس سازنده این ویلیج شخصا. اوکی خب یکی زیرو بسیارم چقدر هم آیرون اینجاست باشم. دلیل اینکه اینقدر تعجب میکنم دوستان ماینکرافت از ورژن 1.17 به بعد وقتی تکسچر اورا عوض شد خیلی آیرون کم شد و واقعا نمیدونم چی بگم. آیرون واقعا چیزی که برای من جای دایمند رو گرفت. اینقدر کم خیلی هم داره ماینکرافت سعی میکنه که مسو بکنه تو پاچه من. واو ویلی جانگل هم پیدا کردیم دوستان اینجوریه و نمیدونم اگه شما میدونید یا نه من دیوونه بایوم جانگل هم، یعنی جانگل به کنار کل بایوم دیگه هم به کنار. بله بریم ایور چی رو داریم. بله چی صدا سگ اومد سن چی و بله هیچ این بچیه چرا هیچ کدومشون شغلم ندارم و من من یه برای ساخت هیچ ایده ای ندارم بچه. من برای خفتگیری ویلیجرها من نیاز به یه چند آیتم دارم. کت ادیشن اون واقعا چیز عجیبی بود. واو او مای گاد پاشو بیا سوار این شو همال دهن تو سرویس. بیا اینجا پسر بیا اینجا. آجی ما از الان این داستانو داریم. واو بیا تو
بیا آی جانم، 2 تا با هم ویلیجر بریدر رو همینجا میسازم. ترسم بمیرم فقط. ببینم یکی دیگه هم ویلیجر میتونم پیدا کنم. آی خب سریع بریم. حرکت یل ویژن چرا پرش ایمان رو بزنیم همینجا. آی ماشاءالله. این برم میشه رفت. آره این برم میشه رفت. باید یه دونه من بوت اینجا بذارم برای رفت آمد. اوه چطوری ویلیجر باز همونا دیگه. اگه بذارم یه جا همون بالا بسازم دیگه، همون فاز ماسوله رو ما پیش بگیریم چیز قشنگی در میاد. قرار نیست ماسوله باشه ولی دقت کنید ماسوله رو تو کوف ساختم. خب بریم ببینیم بسازیمش برگرد نرم. اوی این بالا هم ویلیجر هست. من سریع آماده به کار شم. خب من اینجا یک محیطی برای ویلیجرها میسازم. ویلیجرها که نمیشه گفت، برای این ویلیجر بریدر تا وسایلمو به این صورت اینجا بذارم و بریم چوب بکنیم. ولی اول از همه من این ویلیجر بریدر رو به صورت موقت به این شکل باید روش دیرت بذارم، چون هر چیزی ممکنه. من چند تا هم بهشون نون دادم ریدن. من برم یه خورده چوب بزنیم و اینکه ببینیم اول که بریم غذا از خودمون بذاریم. اوه شیت مردم. اشما چوباش خوبه. میگم چوباش که خوب نیستن، این چوب داره منظورم. خب بچه ما به یه اندازه چوب کندیم. حالا بریم برای فردا به وقت ماینکرافت و بریم مقدار استون بکنیم. let's do this برای استیکو میسازیم و کلی پیککس، یعنی آره کلی پیککس بسازیم اینجا. من ریدم این پیککس ساختنم اینجا 2 تا و بریم برای ساخت ویلیج بریدر دیگه. بریم کلی استون ماین کنیم و فکرم باید فارم استون هم بسازیم. من برم بردم به حضورتون کابلستون به دست بیاریم. حالا من یه دونه اینجا، حالا همینجوری یه دونه بوت اینجا میذارم و یه دونه بوت هم اینجا میذارم چون رفت آمد زیاده. خب اینجا یه چیزی داریم. خب نمیدونم دیگه، اینجوری میذارم دیگه. حالا حرفی ندارم. What the fuck؟ یا تو holy shit. دوت بیا تو خونه خودتونه. والله بیا تو بابا، شاد باش. بیا
بیا تو بابا راحت باش. صفا کن اصلا. بیا تو بیا تو. صفا باشه، عشق باشه، صمیمیت باشه. بیا تو برو بابا بنازم. 4 تا چیز چرت، ولی با چاشنی چوب بهترش میکنم. من برم یه غذا رو بخورم برگردم با غذا. آها اینجا ببینیم بالا. من یه همچین چیزی میام بهش اضافه میکنم و برش پنجرم میزنم چون میترسم مابی چیز اونجا اسپام بشه و وضعیت نامسئول بشه. و من همچین چیزی دوست ندارم اتفاق بیفته برای ویلیجر خونه من. و من اینجا یه دونه کرافتینگ تیبل بسازم اول. اوکی، یه کرافتینگ استیکم که الحمدلله زیاد داریم. من کرافتینگ تیبل رو میذارم این بالا الیاجی، ولی خب اینجا میذارم و یه دونه این و یه دونه هم این. بله جی من به این صورت میرم داخل، ولی یه کاری هم انجام باید بدم اینه. لول من این در رو میبندم و اینو میکنم به این شکلم میرم جلو، چون ندارم اتفاق خوبی برای ویلیجرها بیفته، چون درم سرویس میشه رسما. اینجوریه، من همینو میخوام. ولی بچه‌شون اینجا میتونه رد شه، این چیز خوبی نیست. آره بچه میتونه اینجا رد بشه. من غذا رو دادم، بردارید بذارید ببینم میشه. صداش یه اومدی بنده. آجی پشمام من یوردن. یزیدا نمیخواید. شما از شمر به مولا بدترید. امروز واو من باید اوکی امروز روز سوم هستش و تونستیم وسایلمون رو استونی کنیم و ویلیجر بریدر زدیم. یه ویلیجر بریدری ما اینجا زدیم و چیز عجیبیه. بیس اینا یه مقداری رو طرحش بعدن کار میکنیم، ولی فرامون کار کنه. پارت بعدی ما قراره کلی فارم و قراره فارم خیلی بزرگ بسازیم، خیلی بزرگ، برای مثلا شاید کلا یک 4 چانک فقط فارم بسازیم و کلی باید سیب به دست بیاریم با استفاده از کندن اینا و چیزی که خودمون داریم از این مرحله کندیم و بریم دلمون رو بزنیم به کیک. در دوست من عذرخواهی میکنم بابت اینکه ویدیومون یه مقداری دیر آپلود میشه. بچه من ساعت آپلود من ریده، من ADSL دارم و دلیل همینه که من انقدر ساعت آپلود مزخرف دارم و من میتونم که این ویدیو رو لایک کنید، چرا من سابسکرایب کنید و دوستان بایدم رو حال بگیره و نظر انتقادی داشتید حتما تو کامنت دارم بگید. تا ویدیو بعدی see you soon.